حمله جنجالی و واکنش تند رضا رشیدپور به یک روحانی که به خودش و دخترش توهین کرده بود و درباره دخترش حرفهای زشتی زده بود. جواب کوبنده رضا رشیدپور به این روحانی همه مردم رو شوکه کرد. در روزهای گذشته اتفاقی عجیب و جنجالی برای رضا رشیدپور افتاد. رضا رشیدپور مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه بارها ویدیوهایی در اینستاگرام و یوتیوبش منتشر کرده که نشون میده طرفدار اسطوره‌های قدیمی ایران مثل خانم گوگوش، آقای ابی و خانم هایده است. رضا رشیدپور این بار به همراه خانواده‌اش در کنسرت ابی شرکت کرد. ویدیوهای زیادی هم از حضور این مجری و برنامه‌ساز سابق صدا و سیما در فضای مجازی منتشر شد. اما عده زیادی بهش حمله کردن و گفتن کسی که قصد داره وارد سیاست ایران بشه نباید به این کنسرت میرفت. رضا رشیدپور که دم از گرونی دلار و اوضاع بد اقتصادی میزنه حالا شب عیدی رفته کنسرت. در ادامه این انتقادات تصاویری منتشر شد از روبوسی صمیمانه آقای ابی با دختر رضا رشیدپور که باعث موجی از توهین‌ها و اهانت‌ها به سمت این چهره معروف و خانواده‌اش شد. کسی که سالها کارگردان، برنامه‌ساز و مجری صدا و سیمای ایران بود و بعد از حرف‌های تند و پرسیدن سوال‌های کوبنده از مسئولین ممنوع التصویر شد و حالا به شکل مستقل کار می‌کنه. رضا رشیدپور این روزها در فضای مجازی به ویژه در یوتیوب و توییتر فعاله و اغلب حرف‌های جنجالی میزنه و از احزاب و افراد مختلف انتقاد میکنه. عده‌ای میگن کسی که به عنوان یک برنامه‌ساز و اینفلوئنسر در فضای مجازی سعی در فرهنگ سازی و رشد فرهنگی جامعه داره نباید چنین کاری میکرد. اما خیلی های دیگه هم گفتن اون و دخترش مثل بقیه دلشون خواسته به این کنسرت برن. وقتی پولشو دارن چه اشکالی داره؟ رضا رشیدپور که بارها در فضای مجازی خواهان آزادی حجاب برای زنان و دختران شده با لحن خیلی تندی راجع به این موضوع صحبت کرده و گفته زنان و دختران ایرانی رو راحت بذارید. پس اینکه دخترش با حجاب اختیاری به این کنسرت رفته و ابی هم مثل هر طرفدار دیگه ای اون رو بغل کرده و بوسیده چرا اینقدر بزرگ و جنجالی شده؟ بعضی از مخالفان سرسخت رضا رشیدپور توی فضای مجازی ضمن ضد انقلاب دونستن اون نوشتن کسی که دل در گروه ابی سلطنت طلب داره و هزینه میکنه تا خانوادگی بره کنسرتش چطور میتونه دلسوز انقلاب باشه؟ همون ابی که چند سال پیش گفته بود آهنگ خلیج فارس رو به خاطر درخواست شیخای عرب توی دبی نمیخونه تا اجازه بدن کنسرت برگزار کنه و پول در بیاره. رضا رشیدپور هم در توییتی پاسخ این انتقادات رو داد و نوشت تندروهای دیندار نما زن رو در مسائل جنسی خلاصه کردن. به همین دلیله که گمان میکنن همه دخترها تومه هستن و همه مردها شکارچی. با اینها بحث نکنید. گناه دارن. البته ما اینجا از هیچ کس دفاع نمی کنیم و دلمون میخواد نظر شما مردم رو بدونیم چون شما مردم ایران بهترین قاضی هستید. پس نظرات ارزشمندتون رو از ما دریغ نکنید و نظرتون هرچی که هست صادقانه برای ما بنویسید. اخیراً اما یک روحانی به اسم مهدی حاجی‌پور خطاب به رضا رشیدپور نوشته بود اگر اجازه میدی یک مرد غریبه ناموست رو بغل کنه و ببوسه و بعدش هم دخترت اون ویدیو رو با افتخار منتشر میکنه تو یک بیغیرتی و بعد هم معنی واژه بیغیرت رو از لغتنامه دهخدا درآورده بود. رضا رشیدپور هم در جوابش با لحن خیلی بد و با الفاظ بی‌ادبانه‌ای نوشت چون با دهان کثیفت از دخترم حرف زدی مجبورم جواب بدم. بار قبلی بهت یادآوری کردم سکوت کنی ولی باز هم اومدی و صحبت کردی. گورتو گم کن تا مجبور نشم با ادبیات خودت باهات حرف بزنم. به نظر شما این طرز بیان آقای رشیدپور درست بوده؟ رضا رشیدپور بازیگر، مجری و کارگردان سرشناس ایرانی متولد 19 مرداد 1357 در تهرانه.
اون فارغ التحصیل 2 رشته مهندسی عمران و کارگردانی در مقطع لیسانسه. در دوران تحصیل بچه درسخونی بوده. فعالیت رسانه‌ایش رو از اجرا شروع کرد و بعد وارد سینما شد. این روزها هم به گفته خودش در کیش و دبی مشغول ساخت و سازه و چند سالیه که ساکن جزیره کیش شده. این چهره رسانه‌ای سال 72 و در 15 سالگی توسط معلم پرورشی به رادیو معرفی شد و یک روز بعد از تست کارش رو به عنوان گزارشگر شروع کرد. سال 75 در 18 سالگی اجرای برنامه طعم پاییز در تلویزیون رو به عهده گرفت. رشیدپور جزء مجری‌هایی بود که در صدا و سیمای ایران خیلی زود پیشرفت کرد و با هوشش تبدیل به یک برنامه‌ساز پرسر و صدا شد. برنامه‌های گفتگو محور می‌ساخت و از چهره‌های معروف، بازیگرها، مسئولین و سیاسیون دعوت می‌کرد و از سوال‌های تند می‌پرسید. بعد از اون مدتی به کلاس‌های خلبانی رفت و مدرک خلبانی گرفت، ولی بعدش تصمیم گرفت وارد دنیای بازیگری بشه و در سال 87 با فیلم سوپراستار اولین تجربه بازیگری شکل گرفت. سال 88 در فیلم بیپولی بازی کرد و از سال 89 در فیلم در امتداد شهر ایفای نقش کرد. بعد از اون هم در چند فیلم دیگه حاضر شد. رضا رشیدپور در سال 82 و در 25 سالگی با خانم نغمه مهرپاک مجری رادیو در اون زمان ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دختری به نام هلنه. همسرش از سال 76 در رادیو فعالیت داشت و بعد در برنامه تصویر زندگی به عنوان مجری حضور پیدا کرد، اما بعد از به دنیا اومدن دخترشون تصمیم گرفت دیگه کار نکنه. البته رضا رشیدپور همیشه جزو سلبریتی هایی بوده که شایعات زیادی درباره زندگی خصوصیش مطرح شده. مثلا بارها درباره طلاق شایعه پیش اومده.